میدونستی یه تخم مرغ بیاری یه دونه چسب و بذاری رو میز، تخم و روش قرار بدی، خلال دندون مقدار لازم بگیری، کفایته. اینجوری پرجا حلالو بندازی تو درش بیاری، روی تخم مرغ بذاری، میبینی که خلال وای میسه. پشما. دلیلش چیه؟ زیر کامنت ها بگو. سلطان طرفن منم. خوشت اومد فالوم کن. چسب تخم مرغ که میذاریم روی حلقه چسب تا بیسته. اینم خلالا با اجازهتون میکنیم داخل آب یه بار ایوار و یه بار هم از این بر. حالا میذاریم تخم مرغ. این طرفن واقعی بود یا علیه؟ خب همون که دید طرفند واقعی بود.